سلام دوستان، به قسمت دیگه از برنامه جسارت پرواز تو کانال یوتیوب من خوش اومدین. توی این قسمت میخوایم بدونیم که سرعت هوایی و سرعت زمینی چیه و چه تفاوتایی با هم دیگه دارن. خب اگه خاطرتون باشه تو ویدیو قبلی در مورد نمایشگر سرعت هوایی یا همون Air Speed Indicator براتون صحبت کردم به صورت مختصر. حالا میخوام در مورد سرعت زمینی و تفاوتش با سرعت هوایی و اینکه اصلا چیه باهاتون صحبت کنم. در واقع سرعت هوایی میاد سرعت هواپیما نسبت به جرم هوا رو به ما نشون میده. سرعت زمینی هم که در واقع میاد سرعت حرکت هواپیما رو نسبت به زمین به ما نشون میده. حالا اصلا کارکرد یا مزایای این سرعت ها چیه و به چه درد ما میخوره؟ سرعت هوایی ما اگه بخوایم خیلی مختصر و مفید بخوام براتون حالا توضیح بدم، شما نگاه کن هواپیما خب باید توی آسمون بمونه دیگه، نیروی اون لیفت یا حالا بالا برندش باعث میشه یا همون مسائل آیرودینامیکی باعث میشه هواپیما تو هوا بمونه، تو آسمون بمونه و بتونه نیروی لیفت داشته باشه. خب و ما باید برای اینکه بتونیم هواپیما رو نگه داریم و این نیرو براش تولید بشه بعد با یه سرعتی حالا کارهای مختلف رو انجام بدیم. با یه سرعتی باید تیک آف کنیم یا هواپیما رو بلند کنیم، با یه سرعتی باید لندینگ کنیم یا هواپیما رو بشونیم رو زمین، با یه سرعتی باید افزایش ارتفاع بدیم، با یه سرعتی باید کاهش ارتفاع بدیم، با یه سرعتی باید گردش کنیم و انواع اقسام در واقع مانورها و کارهایی که میخوایم بکنیم با سرعت هواییه، با یه عددیه. خب مثلا برای تیک آف ما باید حالا مثلا برای هر هواپیما مختلفه، مثلا با سرعت 45 نات حالا از رو زمین بلند بشیم و تیک آف کنیم، یا برای افزایش ارتفاع مثلا باید فول موتور کنیم، باید تا حالا هر چقدر که سرعت هوایی لازم داره اون هواپیما موتور هواپیما رو فول کنیم و افزایش ارتفاع کنیم و برای کاهش ارتفاع با سرعت حالا مینیمومی ما باید کاهش ارتفاع رو انجام بدیم و همه اینا با استفاده از نمایشگر سرعت هواییه که در واقع من بهتون توضیح دادم تو ویدیو قبلی که این نمایشگر بر اساس حالا چه کار کردی کار میکنه و چجوری محاسبات رو انجام میده و به ما میگه. سرعت زمینی هم که در واقع سرعت حرکت هواپیما نسبت به زمینه. مثلا برای چه مواقعی؟ مثلا ما میخوایم بدونیم که کی میرسیم به مقصد یا حالا با چه سرعتی باید برسیم به مقصد. در واقع تو محاسبات تایم رسیدن و سرعتمون سرعت زمینی داخله و طبق اون سرعت زمینی ما محاسباتمون رو انجام میدیم. اگه بخوام خیلی خیلی خلاصه بگم، شما اگه باد مخالف داشته باشید هواییتون بیشتر از سرعت زمینیه. اگه باد موافق داشته باشید سرعت هواییتون کمتر از سرعت زمینیه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا این خودکار رو هواپیما در نظر بگیرید، اگه بادی که از حالا روبرو میاد، در واقع باد مخالف حرکت شما، بادی که از روبرو میاد بیشتر باشه، این بادی که داره میاد بیشتر باشه، سرعت هواییتون بیشتر از سرعت زمینیتونه. چرا؟ چون در واقع سرعت هوایی نشونگر همون سرعتی که هواپیما رو تو آسمون برامون فقط نگه میداره دیگه. باعث میشه که مثلا اگه اون سرعت رو نگه داریم باعث میشه که ما نیروی لیفت داشته باشیم، نیروی بالا برنده داشته باشیم و سقوط نکنیم. خب باد موافقم اگه داشته باشیم، اگه حالا باد موافق زیاد داشته باشیم سرعت هوایی کمتر از سرعت زمینی مونه، چون باد حالا موافق داره موافق با حرکت هواپیما میاد، این خب بیشتره و حالا تایم رسیدن به مقصدمون زودتر ما میرسیم و سرعت زمینیمون در واقع بیشتره و سرعت هواییمون کمتر. برای همینم هست که حالا ما با توجه به سرعت هوایی و مخالف باد ما تیک آف میکنیم و مخالف باد ما لندینگ میکنیم. یعنی مخالف باد هواپیما رو بلند میکنیم و مخالف باد هواپیما رو میذاریم زمین.
همین، برای اینکه این حالا باد مخالف باعث میشه که هواپیما رو بالا نگه داره و حالا یه سری مسائل آیرودینامیکی دیگه، ولی در اصل باد مخالفه که ما رو بالا نگه میداره و باعث میشه که حالا هواپیما تو آسمون بمونه. پس اگه بخوام خیلی ساده تر براتون توضیح بدم، ما اگه باد مخالف حرکت هواپیما هر موقع زیاد داشته باشیم، سرعت هواییمون نسبت به سرعت زمینیمون بیشتره. باد موافقمون بیشتر باشه، سرعت زمینیمون بیشتر سرعت هواییمونه. و در واقع شما مثلا بعضی وقتا پیش میاد تو پروازایی که از یه شهر به یه شهر دیگه هستش، ممکنه حالا بر اساس حالا محاسباتی که انجام دادین سرعت زمینیتون حالا توی طبق شرایط جوی یهو بیشتر بشه. چی میشه که سرعت زمینیمون بیشتر میشه و ما شاید زودتر از تایمی که اعلام کردیم به مقصد برسیم؟ باز موافقمون زیاد شده، در واقع میگیم بهش تیل ویند، بادی که حالا از پشت به هواپیما، یعنی هواپیما رو داره میبره جلو، یعنی در واقع یه جورایی انگار داره هواپیما رو هول میده که داره انگار زودتر میرسه و برای همین باعث میشه ما حالا چند دقیقه زودتر برسیم به مقصد، که مثلا گاهی اوقات پیش میاد، زیاد پیش نمیاد. یا مثلا پیش میاد موقع برگشت از فرودگاه، حالا تو مسیر برگشت دیگه که مبدا و مقصدم عوض میشه، تو مسیر برگشت یهو میبینیم که حالا باد مخالف زیاد داریم، در واقع هدویند، بادی که حالا از روبرو میاد زیادتر نسبت به حالا بادی که از پشت میاد. برای همین باعث میشه سرعت هواییمون بیشتر بشه و ما بیشتر به جای اینکه جلو بریم به سمت مقصدمون بریم، بیشتر فقط تو هوا انگار مثلا خیلی با حالا درصد کمی داریم جلو میریم و این باعث میشه که در واقع دیرتر برسیم به مقصد. امیدوارم که تونسته باشم تفاوت این دوتا سرعت رو تا حدی براتون حالا جا بندازم و به صورت خیلی ساده این براتون جا افتاده باشه. اگر حالا هر سوالی دارین و هر نظری دارین میتونین تو کامنت ها به هم بگین. خوشحال میشم که اگه به این دست از مطالب علاقه‌مند هستین حتما کانال منو سابسکرایب کنین تا من بتونم با انگیزه بیشتر براتون ویدیو بگیرم تا شما هم به رویای خلبانیتون نزدیک و نزدیکتر بشین.